سلام بچه اومدیم با ویدیو ماینکرافت. بچه دیگه ما فول شدیم، آبریزش گرفتم بابا. اومدیم دیگه بریم رو اند. آره دیگه درست گفتم، یه گفتم ندر. خب حالا ما راهی اند بشیم. کجاست؟ خب فکر کنم اینجاست. بله همینجاست. خب ما بریم تا برسیم به اند. فکر نکنم اینجا اند باشه، چون تو ماینکرافت موبایل نمیشه فکر کنم، یا تو کامپیوتر میشه فقط. حالا ما به یه امیدی اینجور کردیم. خب اینو در میاریم، اینم همینطور، اینم همینطور. حالا بریم دیگه. درن 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 درن. خب what the heck؟ یه فلینته. بریم بالا، همه چی بد. بچه باورتون میشه کلی گشتم تا تونستم فول دایمنت شم. این فول ندرات نیست فعلا، ما در اصل پروفایلمون استیو فول ندرایت. خب بچه این ماشینا که بگین از کجا پیدا کردم، بذار اوزاویژان توی یه چست زیردریایی بود. یکم مونده. بچه شما اگر مودی سراغ دارید لطفا تو کامنت ها اسمشو بنویسین. همین مودی که بلدین، نیازمند مود هستم. بچه من برای انجمن یوتیوبم، یک میخوام برای کارهای هوش مصنوعی، یکم میخوام برای ویدیوهای ترسناکمون. همینا میخوام. هر کی اگر پایه بود بیاد تو انجمن، بسم الله را بیفته و تو کامنت ها اسمشو بگو وارد انجمن بشه. حالا ندر بودیم اینم یه سیبه میگه حالا تو اویر بود بده. در رو مینداختم. در رو باید درست کنم. خب عجیبه برام در چجوری ساخته میشه. خب در رو یه لحظه من هات اسپات بکنم. خب من در بخوام بسازم چوب 2 تا میخوام، 2 تا چوب. خب چند تا obsidian، سوش تا شستو کلیارین 2 تا کرد.
یعنی در این حد گرانبهایی من ندیدم. یعنی برگام ریختم. خب بچه بله بچه من چند نفر رو دادم فالوم کردن. میخوام چنلشون رو در بیارم که بفهمن کیان و اونا رو ساب کنم، چون صدا تختم بود بچه محافظش. خب چی میخواستیم؟ در به کار میاد. اوکی شد. بچه ما فعلا بخوابیم این شبو. درها رو میخوام. این دیگه چه زره مفتیه ای که اون از اون بربال نیزه دنبالمه. حالا یه جا امن بریم، امن باشه بتونیم زنده بمونیم. این ناحقیه. بله بچه خیلی ضربه خوردیم. بچه تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. حالا خدا نگهدار الکی گفتم. بچه هدف من اینه 1000 تایی شم. خب 1000 تایی شدم میتونم مرتب براتون ویدیو بذارم، فقط با یه چنل دیگه که عکسش دوباره همین میذارم، بعد همین مهدی گیم مینویسم. و مطمئن باشین که این 2 تا چنل اینجوری هست، یعنی یه چنل دیگه هست که اونو با گوش خودم کردم. بعد میکنم این برام. بچه تا این ویدیو دیگه خدا نگهدار.